روز 8 مارس سال 2023 در روز عید بین المللی زنان، گروه از زنان افغان در کابل پایتخت افغانستان به ضد سیاست‌های زن ستیزانه حکومت طالبان اعتراض کردند. همزمان گروه از زنها در ولایت غور نیز به نشان اعتراض در مقابل بنای حکومت این ولایت دست به تجمع زده از طالبان حقوق کار و تحصیل زنان و دختران را طلب کردند. هر دو تجمع با سر دادن شعارهای نان کار آزادی خواستار جلب توجه اعضای حکومت طالبان به زنان و دختران در افغانستان شده از جامعه جهانی طلب کردند تا طالبان را برای پایمال کردن حقوق زنان پاسخگویی کنند. این بار اول نیست که زنان افغان پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان دست به چنین تظاهرات میزنند. الکی پس از 2 روز غصب حکومت از طرف طالبان در تاریخ 17 آگوست سال 2021 زنان و دختران در کابل به راهپیمایی برآمده از طالبان خواسته بودند به حقوق زن در افغانستان ارج گذاشته مانع کار و تحصیل آنها نشوند، ولی این تجمع زنها را نیروهای طالبان پراکنده نموده چند تن آنها را بازداشت نیز کردند. در عموم حتی بعدا در تظاهراتی که زنها برای از حق رفتن به مدارس و دانشگاه دفاع نموده به خیابانهای کابل، جلال آباد، هرات، تخار و مزار شریف برآمده بودند، نیروهای طالبان آنها را بیرحمانه سرکوب و در یک حالت برای آنها مواد کیمیاوی نیز پوشیده بودند. وقتی که طالبان دوباره حکومت افغانستان را غصب نمودند وعده داده بودند که به فرق از حکومت قبلیشان این دفعه به حقوق زنان و دختران ارج میگذارند. در دوره حکومت یکم طالبان در محضر عام سانسور کردن زنها در جنایت‌های اخلاقی چون مناسبت‌های غیر مشروع به یک امر تبدیل یافته بود. در اول ماه سپتامبر سال 2021 طالبان کابینه حکومت خود را اعلان نموده برخلاف وعده‌های قبلی به این حکومت یگان زن را داده نشد. بعدا آنها دختران از سن 12 بالا را از رفتن به مکتب منع نمودند. در ماه دکامبر سال 2022 برای دختران حتی تحصیل در دانشگاه‌ها نیز منع گردید. اینچنین آنها امر دادند که زنها نمیتوانند تنها به کوچه برآیند و حتما باید یک نفر از جنس مرد همراه آنها حضور داشته باشد. علاوه بر این برای زنای افغان آفریدن نقش در فیلم‌ها، گشت و گذار در پارک‌ها و مشغول شدن به تجارت نیز از طرف حکومت طالبان منع شد. بنا به گزارش‌ها تنها در سال 2022 در افغانستان دست کم 159 زن کشته شده، 50 زن وادار به خودکشی شده است. در طول 1.5 سال حکومت آنها در هلمند 36، در نیمروز 16، در پروان 7، در قندهار 5، در کپسیار 4 و در تخار 3 جسد زن را پیدا نمودند. گفته می شود همه این زنها از سوی نیروهای طالبان ربوده شده، بعدا به طور مرموز نزدیکان آنها جسدها را در خیابانها پیدا کردند. همزمان روز 8 مارس گروهی از فعالان زنهای شناخته ایران و افغانستان در یک نامه سرکشاده خواستار به رسمیت شناختن اپارتاید جنسی به عنوان جرم در قانونهای بین المللی شدند. گزارشگران سازمان ملل متحد نیز در روز جهانی زنان گفتند که زنان در شرایط عذره به دوره رژیم اول طالبان برگشتند و همه دستاوردهای زنان در مدت 20 سال گذشته از بین رفته است. با وجود همه این بدرفتاری نسبت به زنان، طالبان روز 8 مارس را به بانوان افغانستان تبریک نموده گفتند که حیثیت زن را در جامعه افغانستان بالا بردند و در این رابطه امر کسی را نمیپذیرند. در همین حال در آستانه روز بین المللی زنان، اتحادیه اروپا 2 تن از وزیر طالبان، وزیر تحصیلات عالی ندام محمد ندیم و وزیر امر بالمعروف محمد خالد حنفی را به دلیل نقض حقوق زنان تحت تحریم قرار دادند.